سلام دخترای قوی و پر انرژی من سارام. میخوام کمکت کنم تا لول آپ کنی. امسال سال تو باشه. با وجود این گرونیایی که پیش اومده، قیمت دلار که شده الان 130 و خورده ای و کسب و کارهایی که خیلی داغون شدن، هیچ درآمدی نمیشه ازشون داشت و مشکلات اقتصادی که هست، من میخوام کمکت کنم امسال سال تو باشه، به درآمد برسی از هر چیزی که بلدی، حتی کوچکترین چیزی که بلدی، حالا چه از یوتیوب چه از اینستاگرام، هر چیزی که دلت بخواد بهت آموزش بدم تا مثل خودم به درآمد برسی و از این شرایط با همدیگه گذر کنیم. خب ببینین دختر گل، من توی ویدیوهای قبلی هم بهتون گفتم من قبلا مثلا اهدافم و اینا رو عکسشو میچسبوندم توی دفتر و در موردش توضیحات میدادم، چیزایی که دلم میخواست براش پیش بیاد و اینا. ولی ایراد دفتر یه چیزی بود که یه ایرادی که داشت این بود که زیاد توی دیدم نبود. بهش میرسیدم ولی فاصله رسیدم بهش یه مقدار زیاد بود. خب و من میخواستم که زودتر از این به این اهداف برسم. امسال تصمیم گرفتم برای اولین بار ویژن بورد درست کنم، ولی رفتم این چیزا رو قیمت کردم، تابلوهایی که مثلا بخوام عکسایی که پرینت گرفتم و اینا رو باهاش درست کنم خیلی گرونه و نمیخواستم واقعا اینقدر هزینه کنم، چون دوست داشتم ویژن بوردم یه جوری باشه که هم تقریبا میشه گفت بدون هزینه براش بتونم درست کنم و همین که دلم نمیخواد کسی ویژن بوردم رو ببینه. دلم نمیخواد اینجوری بشه که مثلا ویژن بورد رو بزنم تو دیوار مثلا حالا پذیرایی یا اتاق خواب، یه جوری باشه که کسی ببینه بعد بگه دیدی نرسیدی، دیدی نشد، دیدی نمیدونم چی شد. شاید من مثلا اهدافی که داشته باشم توی ویژن بوردم برای سال 2026 به همش نرسم. خب ولی این بهم کمک میکنه که من خودم رو توی شرایطی قرار بدم که به اهدافم نزدیک باشم. شاید به خود اون چیزی که عکسشو بذارم نرسم ولی بهش خیلی نزدیک میشم. شاید دقیقاً تاچش نکنم ولی شاید یه قدم دیگه بردارم بهش برسم. من میخوام یه کاری کنم که به اهدافم نزدیک بشم و قدم‌هایی که برمی‌دارم قدم‌هایی باشه که به سمت اهدافم باشه، قدم‌های چپ و راستی و مشکل‌دار ندارم. حالا ویژن بورد درست کردن یه سری قواعد و شرایطی داره که من میخوام این قواعد و شرایط رو بهتون بگم. اول اینکه من عکس‌ها رو از پینترست دانلود کردم. پینترست خب میدونین که یه مقدار کیفیت عکس‌ها بهتره و اینا. وقتی که پرینت میگیرین کیفیت عکس خیلی پایین میاد، به خاطر همین ترجیحاً عکسایی که پرینت میگیرین با کیفیت باشه، دانلود میکنیم با کیفیت باشه. من خودم اینجوری پرینت گرفتم، عکس‌ها رو دانلود کردم، بعد از اینکه دانلود کردم اینا رو گذاشتم توی یه اپلیکیشن هم دانلود کردم، اپلیکیشن لی‌اوت. بعد اینا رو چیدم توی لی‌اوت، قشنگ فرم اندازه دلخواهش و اینا رو در آوردم، بعدش هم بردم دادم پرینت گرفتن. صفحه‌ای من تقریبا میشه گفت 3 هفته پیش ویژن بوردم و درست کردم. صفحه‌ای 9000 تومان پولش رو دادم، 8 تا صفحه شد که شد 8 تا صفحه شد یا 7 تا صفحه شد نمیدونم، کلا شد 72000 تومان. یعنی کل ویژن بورد من شد 72000 تومان. عکسارم با چسب نواری چسبوندم، یعنی میگم هزینه خاصی نکردم. و اینم بگم ویژن بوردم و یه جوری توی اتاق چسبوندم. ما یه دیواری داریم که از همه جای اتاق دید نداره. ویژن بوردم و اونجا چسبوندم، برنامه روزانم و اونجا چسبوندم، فقط خودم میدونم کجاست و میرم نگاه میکنم. خودم و دخترم که 4 سالشه میرم نگاه میکنم و حالا بنابر اون اهدافی که دارم فعالیت‌های روزانه‌مو میشینم. حالا یه چیز دیگه بهتون بگم، این که این ویژن بوردی که من ساختم خب ویژن بوردی هستش که
من ببینیم عکس‌ها رو بعضیاشو ریز و درشت گرفتم، ولی الان بخوام مثلًا دوباره پرینت بگیرم این کارو نمی‌کنم، چون کیفیتش به شدت میاد پایین توی پرینت. به نظرم بهترین کیفیتی که گرفتم این بود که مثلًا لی‌آوت 2:4 زدم، 2 تا ستون، 4 تا ردیف، در کل 8 تا عکس توی لی‌آوتم گذاشتم. اینا پرینتشون خیلی واضح‌تر بود، خیلی شبیه‌تر به اون چیزی بود که توی گوشی می‌بینم و به نظرم اینجوری خیلی بهتر بود. این یه قضیه. یه مبحث دیگه هم این که بچه‌ها ببینین ما نمیتونیم مثلًا الان BMW دلت میخواد، خب نمیتونی عکس BMW رو بزنی. اینو حتما مد نظرتون باشه برای ساخت ویژن بورد. ما نمیتونیم مثلًا عکس BMW بزنیم ولی هنوز پراید نداریم. خب هیچ وقت بهش نمیرسیم، مسلماً بهش نمیرسیم. خب ما باید واقع بینانه ویژن بوردمون رو درست کنیم. ویژن بوردی درست کنیم که طی 1 سال ما بهش برسیم. حالا چیکار میکنیم؟ میایم ببینیم مثلا من دلم BMW میخواد، خب ولی خب BMW نمیرسم. دلم 206 میخواد، خب وقتی ماشین ندارم، هنوز هیچ کاری نکردم، هیچ درآمدی ندارم، قطعا به 206 نمیرسم. هیچ پولی براش کنار نذاشتم. پس میام اینو خوردش میکنم. خب خوردش میکنم به چه صورت؟ مثلا عکس طلا میزنم. خب این طلاها خورد طلاهای خورده خورد جمع میشه، هزینه جمع میشه و من میتونم مثلا تبدیلش کنم به یه ماشین پایینتر، مثلا از این چه میدونم کویک و یا چه میدونم پراید و اینا، یه چیزی که در دسترس تر باشه، یعنی ارزون ترین پله رو در نظر میگیری برای ساخت ویژن بورد. خب مثلا شما الان گوشید گوشی چه میدونم 11 خب قطعا نمیتونی برسی به آیفون 17 پرو مکس. خب اون 200 خورده میلیونه، نمیتونی بهش برسی. پس چیکار میکنی؟ میای یه پله پایینتر رو میذاری. خب مثلا چی رو میذاری؟ مثلا گوشیای میان رده مثلا سامسونگ رو میذاری. خب اونو تهیه میکنی، حالا 20 میلیون، حالا هر چی که هست. البته الان فکر میکنم باز یه جامپ کرده به خاطر قیمت دلار رفته بالا. مثلا اونو میذاری میان رده رو. به چه نیتی؟ شما اونو به دست میاری، خب که باهاش کسب درآمد بکنی. شما باید کسب درآمد بکنی تا بتونی یه پله بری باز جلوتر. پس ویژن بوردت رو جوری میسازی که اهدافت رو خورد میکنی. اهدافت که خورد بشه میتونی به درآمدی که میخوای مد نظرت هست برسی. مثلا چه مثال دیگه بزنم؟ بعد یه کار دیگه که میکنی، اینم تا یادم نرفته بگم، یه کار دیگه که میکنی شما عکسایی که میگیری و برششون میزنی رو خب پشتشون بنویس. پشتشون یا حالا کنارشون پایین‌تر اینا در موردش یه توضیحی بنویس که من میخوام مثلا 1 گرم طلا تو ویژن بوردته، من میخوام اینو تا ماه مثلا آخر ژوئن بگیرم یا آخر می بگیرم اینو. خب تا اون موقع باید اینو تاچ کنیم، تا اون موقع باید تیکش رو بزنی. خب این یه قضیه دیگه هم این که در موردش یه توضیح بدین. مثلا من کویک میخوام. خب کویک رو باید مثلا براش توضیح بنویسم. کویک سفید میخوام، از کارخونه تحویل بگیرم، نو باشه. بعد مثلا توضیحات اینجوری براش میدی. یا مثلا طلا میخوای یا عکس خود چیزی رو که میخوای میزنی و در موردش توضیح میدی. این یه قضیه. بعد من ویژن بوردم رو خیلی شلوغ کردم. میگم دفعه اولم بود که ویژن بورد درست میکردم، قبلا توی دفتر مینوشتم، ولی امسال که ویژن بورد درست کردم زیاد از حد شلوغ شده. مثلا سعی کنین که ویژن بوردتون جوری باشه که عکسای سبکتر بذارین دیگه. مثلا 7 10 تا عکس دیگه جمعش کنین، چون فکر نمی‌کنم بیشتر از 7 10 تا هدف رو بشه تاچ کرد. خب
من ویژن بورد خودم یه سریاش اهداف نیست، یه سریاش کارهای روزانه‌ایه که من برای رسیدن به اهدافم انجام میدم. مثلا دلم میخواسته که به خدا نزدیکتر بشم، قرآن رو گذاشتم، شکرگزاری رو گذاشتم، کتاب خوندن رو گذاشتم، عکس درس خوندن و تمرین کردن رو گذاشتم، عکس مدیتیشن رو گذاشتم. خب اینا قطعا اهداف نیستش. خب اینا اهداف نیستش، چیزاییه که من توسط اونها میتونم بهش به اهدافم برسم. خب یا مثلا عکس ورزش کردن رو گذاشتم. خب ورزش کردن یه هدف نیستش. من از 4-5 سالگی ورزش میکردم و هر روزم ورزش میکردم. خب تقریبا میشه گفت هر روز ورزش میکردم و این یه عادت شده برای من. خب ولی برای اینکه مدام جلوی چشمم باشه، این اهداف رو من یعنی کارهایی که بعد انجام بدم و توی ویژن بوردم آوردم. میگم مدیتیشن و مثلا یا کارهای روزانه ایه که برای رسیدن به اهدافم من انجام میدم. مثلا اهدافی که من توی این ویژن بورد گذاشتم، خب یکی آیفون 17 بوده، یکی من برای مثلا کارم به شدت به چیز نیاز دارم، به تبلت نیاز دارم، عکس تبلت رو گذاشتم. یا مثلا یکی از اهدافم اینه که طلاهای ریزه ریزه بگیرم، عکس طلا رو گذاشتم. و مثلا چه میدونم سرخکن و فلان و اینا، چیزی که دلم میخواسته و فکر میکردم الان نیازمه و دوست دارم تا سال آینده 2027 بتونم انجامش بدم و گذاشتم. این یه قضیه دیگه توضیح دادم که بهتون گفتم. و پس حتما در نظر بگیرین که اهدافتون رو خورد کنین، چون قطعا به اهدافی که خیلی دور از ذهن، خیلی دور از تقریبا میشه گفت آرزوه، خب قطعا نمیرسی و این شما رو دچار سرخوردگی میکنه، شما رو اون حس رسیدن به اهداف رو ازتون میگیره. یه خورده که میگذره میگی خب من که بهش نمیرسم، پس چرا دارم تلاش میکنم؟ من که بهش نمیرسم، چرا دارم جون میکنم؟ خب پس ما چیزهایی رو میذاریم که بتونه ما رو به این اهدافمون برسونه، خورد شده باشه. ببین یعنی باید پله پلش کنی، استپ بای استپ بهش میگن، استپ بای استپ بری جلو. یعنی یه پله بسازی، بعد بری روش وایسی، پله بعدی رو بسازی. اینجوری میتونی به اهدافت برسی. این مورد رو حتما در نظر بگیرین. و یه چیز دیگه که میخواستم بهتون بگم، یادم رفت. اهداف و اینا رو که بهتون گفتم، عکسم بهتون گفتم. چی رو نگفتم؟ آها، یه قضیه خیلی مهمه که شما رو خیلی کمک میکنه به رسیدن به اهدافتون. علاوه بر ویژن بورد من یه کار دیگه ای هم میکنم، خب که اینو از یکی از اساتیدم یاد گرفتم. مثلا شما میخوای ماشین بخری، خب حالا هرچی، پراید میخوای بخری، نمیدونم L90 میخوای بخری، 206 میخوای بخری، 207 میخوای بخری، سمن میخوای بخری، هرچی، اصلا مهم نیست. شما به نیت اون ماشینت تشریف میبری، یه دونه جا کلیدی خوشگل برای خودت میخری. خب و این جا کلیدی مدام باید جلوی چشمت باشه. این جا کلیدی ماشین شماه، جا کلیدی سویچ شماه، جا کلیدی خونه شماه که در نظر داری. این همیشه به نیت اون هدفی که داری، این باید جا کلیدی جلوی چشم شما باشه تا براش تلاش کنی. میخوای گوشی بخری، خب گوشی رو مشخص کن. مثلا میخوای بری A56 بخری، خب گوشی رو مشخص کن، برو یه قاب A56 بخر. نمیدونم شاید الان بشه 200-300 هزار تومن، شاید ارزون ترم باشه، 100 تومنی هم باشه. خب میری قابی که مد نظرت هست برای اون گوشی میخری و میاری. اون قاب باید جلوی چشمت باشه. خب بذار رو میزت نگاش کن، بذار رو میزی که تمرین میکنی تمرین کن. گرچه من خودم رو میز نمیذارم،
من معمولا روی زمین درس میخونم چون نمیتونم بشینم مدام پشت میز. حتی پروژه‌ای که میگیرم رو زمین انجام میدم. الان این ویژن بورد رو ببینین دارم رو زمین انجامش میدم. اون قاب گوشی مدام در جلوی چشمت باشه. شما برای اون گوشی تلاش میکنی. میخوای دلار بخری، میخوای یه $100 بخری مثلا جزء اهدافته. خب یه دونه از این دلارای فکر کنم خرازی ها داشته باشم، دلارای فیک، یه $100 فیک بگیر، بذار پشت قاب گوشیت که دائما ببینی چشت بخوره بهش. ببین باید برای اون چیزی که داری هدفتو تعیین کردی و داری براش تلاش میکنی یه لباسی در نظر بگیری. حالا لباس ماشینه چیه؟ اون سویچ هست، اون جا کلیدی است. لباس خونه چیه؟ اون جا کلیدی است. لباس چیز چیه؟ لباس چی بگم؟ بر هر چیزی یه چیزی در نظر بگیری که مثلا به خاطر اون لباس مثلا گوشی چیه؟ اون کاور گوشی است. اینجوری مثلا در نظر بگیرین. خب بعد یه کار دیگه که خیلی مهمه یادم رفته بگم، این که شما اولویت بندی میکنی. ویژن بوردتو اولویت بندی که میکنی، مثلا اولویت یکت خب خرید گوشی است. خب این گوشیه رو براش تلاش میکنی. خب تلاش که میکنی علاوه بر این که اون گوشی رو میخری، خب برای اینکه به هدف اولت رسیدی، به هدف دومت رسیدی، به هر هدفی که میرسی، چه کوچیک چه بزرگ، یه جایزه کوچیک برای خودت باید تهیه کنی. این جایزه کوچیکت میتونه یه کتاب باشه برای خودت بخری، یه تیشرت باشه برای خودت بخری، یه شال باشه برای خودت بخری، یا اینکه اصلا خودتو به یه کافه دعوت کنی، یه قهوه خودتو مهمون کنی. پس شما به هر هدفی که رسیدی از این ویژن بورد باید براش جشن بگیری. این جشن نمیگم برو آی فلان خرج کنه، اصلا منظورم این نیست. باید بدونی که به هر هدفی که میرسی، به هر اهدافی که میرسی باید برای خودت جشن بگیری. هیچ کس توی این دنیا عزیزتر از خودت نیست. هیچ کس توی این دنیا بهتر از تو نیست. برای خودت ارزش قائل شو، برای خودت جشن بگیر، برای خودت همه کاری بکن. خب این هم یه قضیه. و این خورد کردن رو یه جور دیگه هم توضیح بدم. ببین مثلا الان من وزنم روی 72 خب میخوام برسم به وزن 57 کیلو فرضاً. خب من باید این رو خوردش کنم. نمیتونم وزن 57 کیلو رو بذارم تو ویژن بوردم. خب هیچ وقت بهش نمیرسم. 20 کیلو چجوری میخوام کم کنم که بهش برسم؟ قطعا نمیرسم. پس من میام مثلا 72 کیلو رو میذارم 70 کیلو. ویژن بوردم عکس 70 کیلو رو میزنم. وقتی تاچش کردم به خودم جایزه رو میدم. خب جایزه رو که گرفتم اون عکس رو برمیدارم، یه عکس دیگه جایگزینش میکنم. مثلا عکس بعدی من میشه 68 کیلو. خب اون رو برمیدارم، براش جشن میگیرم، میذارمش کنار یا میذارمش توی دفتری که حالا بعداً داشته باشمش و عکس استپ بعدی رو میذارم و جشن میگیرم براش. به همین سادگی. و به شدت بچه‌ها ویژن بورد جواب میده، به شدت جواب میده. یعنی اصلا خیلی عجیب غریبه. من توی دفتر که مینوشتم و عکس میچسبوندم خیلی جواب میداد. میگم یه ذره زمانش بیشتر بود ولی جواب رو میگرفتم. ولی الان میخوام روی این ویژن بورده برم ببینم چجوری میشه. شما سال 2026 هنوز شروع نشده، چند روز دیگه شروع میشه. شما بیاین با من استارت بزنین، ویژن بورد 2026 تون رو بسازین، از همین الان شروع کنین. انشالله که همه به آرزوهامون میرسیم، همه به اهدافمون میرسیم، تمام اهدافمون رو تاچ میکنیم و موفق میشیم. من سارم. اگه تا اینجای ویدیو اومدی که خیلی با مرامی، یه لایک هم برام بزن تا به بقیه هم نمایش داده بشه. در هر صورت اگر اومدی
کمکت میکنم که تا هم به درآمد برسی با هر چیزی که بلدی، با هر چیزی که یاد گرفتی. من کمکت میکنم به درآمد برسی و به خواسته و آرزوات برسی. بچه‌ها من ویژن بوردم کامل شد نهایتا این دیگه. جای خالیشم پر کردم، خودم یه سری جمله نوشتم که بهشون ایمان دارم. دیگه الان میبرم بزنمش رو دیوار. حالا رو دیوارش هم یه عکس براتون میذارم ته ویدیو.